سلام بر بچه، چه خبر؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. خوش اومدیم به اولین ویدیو میگم. خوش اومدیم به ویدیو جدید. آقا این ویدیو اومدیم با هم برنامه نویسی رو یه جوری تست کردم، طراحی سایت و قرار نتیجهش رو با هم ببینیم و پشت صحنه این برنامه تستی که کردیم، یعنی وبی که طراحی کردیم پشت صحنهش میاد و کار یک گروهیه و اولین صفحش فقط برای خودمه. کارهای گروهی داره که کارهای گروهش حالا بچه ها راضی نبودن فیلمش بیاد و اینه میومد. این اولین صفحه یک که خودمون نوشتیم، خودم نوشتم البته، میدونم چیز شاخی هم نیست و قرار کدش رو با هم بررسی کنیم. همینقدر کد داره و چون یه دونم حالا مینی داره، میگم مینی استایل داره، استایلش خیلی زیاده. استایلش اگه خواستین توی پروژه جدا بررسی میکنم بهتون نشون میدم، ولی فعلا بریم مینی و خروجیش رو ببینیم. خروجی یه چیزی که ما داریم اینه، یه دونه رفرش بزنیم و حالا شد. خب میبینید که این خروجی سایت ما که موس میره روی صفحه اصلی یا درباره ما یا از زبانسازی یا خدمات، رنگشون تغییر میکنه. این همون هاوره. بعد زبانسازی ایران زمین رو داریم و یه بک‌گراند دادیم به کل بخش هدرمون و یه شعبه پسران تو بلوار آزادی، یه اباوت هدره. اینجا که میایم یه اعضای زبانسر رو داریم، سه تا عکس از همینطوری اینترنت برداشتیم و گذاشتیمشون اینجا. یه اسمایی دادیم، مثلا ذوقی کریم باشه میگم محمدی، و این یه متن ساختگی با لورم ایپسوم دادیم. لورم ایپسوم فکر کنم لش نیفتاده و اینجا یه درباره زبانسر رو داریم. حالا اگه خواستید بعدا اصلا میتونیم تو اینجا توی همین چنل یه چالش بزنیم، چالش توسعه وب، که اونجا هر کی علاقه به وب داشت میتونه کمک کنه و خودش هم بیاد توی ویدیوها. و حالا بریم کدا رو با هم بررسی کنیم. من یه چیز بگیرم از این، اسمش چی میاد، یه بندازم گوشه هر کدوم رو تا راحت تر بشید. همین اوکیه. و خب حالا همین صفحه و این صفحه. خب دقت کنید تو این صفحه ما این الان فیلم آموزشی شده جورایی. یه HTML لنگویج فارسی داریم با دی RTL. HTML لنگویج یعنی زبان سایتمون فارسی باشه و نوعش هم راست به چپ باشه. همون مثلا ببینید همون زوری شده راست به چپ. اگه بشه لفت تو رایت کل سایت به هم میخوره، ولی خب میزنم تا ببینید موفق چیه. آلتی آر، ببینید دیگه اینجا برعکس میشه کلا سایت. مطالب سایتمون میشه چپ براست و خب توی سایت های فارسی اصلا همچین کاری مناسب نیستش. بعد از اون متا 428 داریم، لینک داریم که به یه سایت، به یه پرونده دیگه لینکش کردیم که نوعش از نوع CSS، اسمش با تایتل مشخص میشه سایتمون که مینی فور گذاشتیم و این هم یه استایل اینترناله که اصلا به دردمون نمیخوره. من اینا رو بردم. حالا میایم توی بادی یه دیو داریم. یه دیو توی طراحی سایت به منظوره محدود است، یه محدوده رو برامون مشخص کرده. یه کلاس داریم بهش به عنوان هدر. یه یو ال داریم با کلاس نو لیست. این یو ال ما آنودر لیسته، یعنی لیستایی که به صورت ترتیبی نیستن، یعنی 1 2 3 4 5 6 نیستن، نقطه دارن که داخلشون یه ال آی گذاشتیم. ال آی هم همون مخفف لیستمونه. یه کلاس داریم باز نو آیتم. صفحه اصلی درباره ما اعضای زبانسر و خدمات. بعد از اون اومدیم یه H1 تگای H1 تا H6 به منظوره عنوان یه بخشی از سایتمونه که ما با یه تگ اسپن زبانسر رو زدیم. چرا تگ اسپن زدیم؟ چون می‌خوایم مثلا زبانسر رو که داخل تگ اسپن است جدا شخصی سازیش کنیم نسبت به ایران زمین. یه پی داریم، کلاس دسک داریم بهش و پی برای پاراگرافه. الان همین ویدیو آموزشیه، هم برنامه‌نویسی رو تست کردم، گفتم نتیجهشو باهاتون به اشتراک بذارم. البته یه برنامه‌نویسی نیست، در روی سایت برنامه‌نویسیش برای بک‌اندشه که اونم ان شاءالله تست می‌کنیم بهتون نشون میدیم. و این دیو که محدودش تموم شد میایم یه دیو دیگه باز می‌کنیم به کلاس ممبر. کل این دیو تا این قسمت شد همین بخش ما. خدمات اعضای زبانسر درباره ما زبانسرای ایران زمین، شعبه پسران حاضر در بلوار آزادی. میایم حالا دیو دوم ممبر. خب ممبر یعنی چی؟ همون اعضای دیگه ما. اعضای ما از اینجا شروع میشه. دیو H2 اعضای زبانسرای یو ال، دوباره گفت اینا رو بهتون گفتن چی ان، آنر لیستن. ال آی، حالا این ایمیج ما چیه؟ داخل یه ال آی ما ایمیج داریم درسته. یه تگ H3 داریم درسته، البته من اینو رفرش کنم. یه تگ H3 داریم اینم درسته
و یه تگ پی داریم، لورم ایپسوم، اینم درسته. و حالا الایمون رو بستیم، میایم یه الای دیگه همینطور به ترتیب 3 تا درستش میکنیم تا میایم میرسیم به اینجا که یو ال اون رو بستیم. یه لحظه اینو باز کنم، اینجا که یو ال اون رو بستیم. این یعنی دیگه لیستای ما به صورت لیستی نباشه، تموم بشه. و میایم درباره زبان سرا رو که میخواستیم به طراحی کنیم، درباره زبان سرا دیو داریم، یه کلاس about و یه دیو دیگه داریم داخلش کلاس circle. این سیرکل ما همون دایرمونه، منتها کلاس داریم یه جا توی استایل دهی، حالا این زود از الان گفتنش اگه دوست داشتیم میگم، چون این چنل چالش و سرگرمیه، گفتم شاید در روی سایت براتون یه سرگرمی بسید بیاد ببینید. و این اگه دوست داشتید توی کامنت ها بنویسید که استایلش هم توضیح بدیم بهتون. این about و circle، این همین دایرمون یه جا دیگه بهش استایل دادیم، یعنی دوباره ظاهرش رو کاستومایزش کردیم، ظاهر سازیش کردیم. یه H2 داریم درباره زبان سرا درسته، یه تگ پی، این هم از این، و یه فوتر داریم که ما تو فوتر چیزی ننوشیم. حالا مثلا بنویسیم انگلیسی، این سایت حق نشر نداره، یا همون کپی رایت. شیفت 7 رو میزنیم و مینویسیم کپی. اینجا یه حالا هرچی بنویسیم میاره برامون، مثلا ما کپی رو میخوایم، کپی 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 کپی، یه کنترل اس بزنیم و اگه ما اینجا یه رفرش کنیم اینجا میبینید نمیشه این سایت حق نشر ندارد کپی. این برای اینه که حالا مثلا اطلاعاتشون در مثلا تماس با ما و اینجور چیزا قرار میگیره. این ساختار یه سایت ماست، صفحه سایت اصلیمونه که بزرگش کنم ببینید. حالا اگه مثلا دوست داشتید، نمیدونم باز شاید براتون خوش نیاد، ولی اگه دوست داشتید حتما بگید، بهتون آموزششو میدیم، مثلا این صفحه رو چجوری طراحی کنید، یا یه صفحه شرکتی هم بهتون آموزششو میدیم. و اگه تمایل داشتید حتما تو کامنت ها بنویسید. این سایتی که ما ساختیم یه سایت استاتیکه، حالا یه مقدار داره باز پیشرفته تر توضیحش میشه. استاتیکه سایتی که پایگاه داده و دیتابیس و بک اند و از این چیزا نداره و فقط سایتیه که مطالبش که به روز نمیشه. و اسم و بادی و مثلا HTML مخفف هایپرتکست مارکاپ لنگویجه و برای اسکلت بندی سایتمون. بادی هم جایی که کل مطالب سایتی که ما میبینیم با چشممون میبینیم به جز تایتل تو بادی نوشته میشه. چرا میگم به جز تایتل؟ تون خود تایتل توی هده. ای بابا حالا اگه این ما رو گذاشت درست میگه. و بیشتر از این حرف دیگه ای نداره. اگه دلتون خواست حتما بگید. اصلا شاید یه چنل دیگه درباره برنامه‌نویسی زدم، چون خودم کار میکنم، بالاخره یه چیزایی شاید بتونم بهتون یاد بدم یا بتونم توی مشکلاتی بهتون کمک کنم در برنامه‌نویسی. و حالا اگه دوست داشتین حتما تو کامنت ها بنویسین و حرف دیگه نمیمونه تا ویدیوی بعد و یه سایت دیگه. خدا نگهدار.